امام حسین علیه السلام به همراه جمع بزرگی از بنی هاشم در مدینه زندگی می کردند تا اینکه حوادث ماه رجب سال 60 هجری حضرت را وادار به کوچ از مدینه کرد. ترک شهر و دیار آغاز حرکت و جنبش انقلابی بود که در نهایت در عاشورای همان سال به ثمر نشست. در ادامه این ویدیو به بررسی علل خروج امام حسین علیه السلام از مدینه می‌پردازیم. عموماً خاندان رسول خدا به علت تعقل خاطری که به مدینه داشتند ترجیح می‌دادند در این شهر بمانند و از مدینه دور نشوند. ترک مدینه هیچگاه خوشایند اهل بیت نبود. این شاید به خاطر مدفن مطهر حضرت رسول و مادرشان فاطمه زهرا علیهم السلام بود. در بررسی تاریخی واقعه عاشورا، خروج از مدینه و سفر به مکه نکته عطفی است که باید بدان پرداخت، چرا که به نوعی آغاز حرکت حماسی آقا امام حسین علیه السلام برای خلق دردناکترین و عظیمترین حادثه تاریخ بشریت است. هنگام مرگ معاویه در ماه رجب سال 60 هجری یزید از شهر خارج شده بود. وقتی به دمشق بازگشت به عنوان اولین کار به والیان شهرهای مهم آن زمان نامه نوشت تا از مردم برایش بیعت بگیرند. یزید در نامه‌ای که به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نوشت خبر مرگ معاویه را داد و خود را امیر مؤمنان خواند. وی در آخر نامه‌اش نوشت از مردم مدینه و بزرگان قریش به ویژه حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر برای من بیعت بگیر. اگر بیعت نکردند گردنشان را بزن و سرشان را برای من بفرست و اولین کسی که از او بیعت میگیری حسین ابن علی باشد. در مدینه عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر جزو کسانی بودند که نمیخواستند با یزید بیعت کنند، اما در بین مردم پایگاهی نداشتند. از این رو یزید به خوبی میدانست اصلی ترین مخالفش حسین ابن علی است. به همین دلیل در نامه های خود به ولید به بیعت هرچه سریعتر از امام حسین علیه السلام سفارش میکرد. وقتی نامه یزید به ولید رسید پریشان شد و به دنبال مروان حکم فرستاد تا با وی مشورت کند. مروان گفت همین الان آن را بخواه و اگر با یزید بیعت نکرد قبل از آنکه از مرگ معاویه مطلع شوند گردنشان را بزن، چرا که اگر خبر مرگ معاویه به ایشان برسد پرچم مخالفت برداشته و مردم را به سوی خود فرا می‌خواند. ولید شبانه پیکی را نزد امام حسین علیه السلام فرستاد. از قضا ابا عبدالله علیه السلام در روضه منوره رسول خدا صلی الله بود و عبدالله ابن زبیر نیز آنجا بود. پیک گفت ولید همکنون با شما دو نفر کار دارد. بعد از رفتن پیک پسر زبیر گفت فکر می کنید ولید به چه منظور ما را خوانده؟ امام حسین علیه السلام فرمود گمان می کنم طاغوت آنان از دنیا رفته و دنبال ما فرستاده تا با یزید بیعت کنیم. امام پس از رفتن به منزل 2 رکعت نماز خواند و تدبیری برای رفتن نزد ولید اندیشید. ایشان با 30 نفر از جوانان و شمشیر زنان بنی هاشم به سوی قصر ولید به راه افتاد و به خویشان خود فرمود شما پشت در باشید. اگر صدای ولید بلند شد و یا من صدا زدم یا ابنا رسول الله، شما وارد شوید و مرا از چنگال ولید برهانید. ولید نامه یزید را برای امام حسین علیه السلام خواند و از ایشان خواست تا سریعتر بیعت کند. امام حسین علیه السلام فرمود شخصی مانند من پنهانی بیعت نمی کند و تو نیز ترجیح می دهی من در میان جمعیت بیعت کنم. ولید سخن امام را تایید کرد و گفت اینک بروید و فردا با مردم نزد من بیایید. مروان خشمگین شد و گفت ای ولید، اگر حسین با تو بیعت نکند و از این در خارج شود هرگز به او دست نمی یابی. اجازه بده همین الان او را بکشم. امام حسین علیه السلام فرمود تو مرا میکشی؟ به خدا که دروغ میگویی و گناه میکنی.
امام حسین علیه السلام با همراهان خود به خانه برگشت. در جریان واقعه کربلا اولین تهدید امام حسین علیه السلام به مرگ بود. پس از اینکه امام از قصر ولید بیرون رفت، گفتگویی میان ولید و مروان بالا گرفت. مروان وی را سرزنش کرده و می گفت حرف مرا گوش نکردی. به خدا قسم که دیگر به حسین دست نخواهی یافت و او شورش خواهد کرد. اما ولید با تأکید بر اینکه من دستم را به خون پسر رسول خدا آغشته نمی کنم می گفت هر که حسین را بکشد در قیامت عذاب دردناکی خواهد داشت. صبح روز بعد مروان راه امام را سد کرد و گفت ای ابا عبدالله، من خیرخواه تو هستم، به حرف من گوش بده تا نجات یابی. با یزید بیعت کن که خیر دنیا و آخرت تو در آن است. امام حسین علیه السلام فرمود به راستی که از جدم رسول خدا صلی الله شنیدم خلافت بر خاندان ابو سفیان حرام است. اگر شخصی مثل یزید زمامدار مسلمانان باشد باید فاتحه اسلام را خواند. از همین سخن امام حسین می توان یکی از بزرگترین علل خروج از مدینه و قیام عاشورا را دریافت. اگر شخصی فاسق و شرابخوار همچون یزید خود را امیر مؤمنان بنامد و زمامداری مسلمین را بر عهده بگیرد، وای بر اسلام. چه بسا اگر خروج سید الشهدا علیه السلام و قیام عاشورا نبود، به فرمایش خود امام چیزی از اسلام باقی نمانده بود. تا لحظه ای که امام حسین علیه السلام مدینه را ترک کرد، قشون حکومتی چند بار به در خانه ایشان رفتند و اصرار داشتند تا امام را برای بیعت علنی نزد ولید ببرند که هر بار حضرت سعی در آرام کردن اوضاع را داشت و موضوع بیعت را به زمان دیگری موکول می کرد. امام حسین علیه السلام می خواست تا با رسوایی یزید پرده از چهره فاسد بنی امیه بردارد و نشان دهد بار دیگر غصب خلافت رخ داده است. ابا عبدالله علیه السلام قصد داشت در حرکتی مؤثر و جهانی عدم صلاحیت یزید برای حکومت بر مسلمانان را تا قرنها بعد برای همه مردم روشن کند و اسلام و جامعه را از انحراف حفظ کند. 2 شب بعد از ملاقات با ولید، امام حسین علیه السلام نزد قبر مطهر رسول خدا صلی الله رفته و با جد، مادر و برادر خود وداع کرد. فردای آن روز 28 رجب، در حالی که 80 نفر از مأموران ولید به دنبال عبدالله ابن زبیر بودند که به سوی مکه می گریخت، از امام حسین علیه السلام غافل شدند. حضرت توانست به همراه خانواده و دوستداران خیش مدینه را ترک کند. برخی همراهان به امام حسین علیه السلام عرض کردند شما هم مثل زبیر از راه فرعی به سوی مکه روید تا مأموران ولید به شما نرسند. امام فرمود به خدا قسم از راه اصلی جدا نمی شوم تا خدا آنچه می خواهد مقدر فرماید. نکته ظریفی که مطرح است این است که سفر از طریق راه فرعی بی‌شباهت به فرار ترسویان نیست و قطعاً این موضوع دور از شأن امام است. چنانچه می‌بینیم امام به توصیه همراهان خود عمل نکرد و همانند یک آزاده و با شجاعت کامل از راه اصلی کوچ کرد. ابا عبدالله هنگام خروج از مدینه زیر لب این آیه را قرائت می‌کرد: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. از شهر خارج شد در حالی که بیمناک و ترسان بود. گفت پروردگارا مرا از گروه ظالمان نجات بخش. وقتی که حضرت موسی علیه السلام از ترس فرعونیان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شد، این جملات را زمزمه می کرد. از آیه‌ای که حضرت هنگام ترک مدینه قرائت می کرد می توان دریافت که مانند حضرت موسی علیه السلام از فرعون زمان خود می ترسید و هر لحظه ممکن بود مأموران حکومت ایشان را بکشند. امام حسین علیه السلام در حالی که ترس جان داشت از قوم ستمگر فاصله گرفت. از مدینه خارج شد تا در فرصت مناسب بتواند حق و باطل را معرفی کرده و افکار عمومی را برای قرون متمادی بیدار کند.
آنچه تا اینجا گفته شد خلاصه ای از وقایع مدینه بود. در آخرین روزهایی که امام حسین علیه السلام در این شهر حضور داشت، در ادامه به نکات و دلایلی که امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد و مجبور به ترک مدینه شد میپردازیم. طبق فرمایش رسول خدا صلی الله، خلافت بر خاندان ابو سفیان حرام است. روشن است که شخص معصومی مانند ابا عبدالله بیعت نمی کند تا امر حرام را تقویت نکند. بیعت امام حسین علیه السلام با یزید مهر تأییدی بود بر تمام فسق و فجور یزید که موجب می شد تا سایر افراد جامعه هم به تبعیت از ایشان با یزید بیعت کنند و در این راه تردیدی به خود راه ندهند. بدین ترتیب امام شخصیت و حقانیت خود را زیر سوال برده و بر میگساری و میمون بازی یزید صحه میگذاشت. این خود تناقضی در افکار عمومی ایجاد می کرد که آیا اسلام درست می گوید یا خلیفه رسول الله؟ مگر نه اینکه خلیفه مسلمین باید در عمل بیشترین شباهت را به رسول خدا صلی الله و دستورات اسلام داشته باشد. از سوی دیگر هیچ بعید نبود ولی تحت تأثیر وسوسه های مروان به کشتن حضرت امام حسین علیه السلام تن بدهد. بدین ترتیب کشتن بی سر و صدایی اتفاق افتاده و خون حضرت پایمال می شد. روشن است امام علیه السلام چاره‌ای جز بیعت نکردن و ترک شهر و دیار خود نداشت. اگر حضرت در مدینه می ماند و بیعت می کرد دور از شأن و وظیفه اش بود و اگر بیعت نمی کرد کشته می شد. بدون اینکه حرکت مؤثری انجام داده و روشنگری برای جامعه اسلامی کرده باشد، بی آنکه از حقانیت خویش دفاع کرده یا پلیدی بنی امیه را بر مردم نمایان ساخته باشد. امام حسین علیه السلام می خواست تا با رسوایی یزید پرده از چهره فاسد بنی امیه بردارد و نشان دهد بار دیگر غصب خلافت رخ داده است. ابا عبدالله علیه السلام قصد داشت در حرکتی مؤثر و جهانی عدم صلاحیت یزید برای حکومت بر مسلمانان را تا قرنها بعد برای همه مردم روشن کند و اسلام و جامعه را از انحراف حفظ کند. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما در این کانال به تواریخ اسلام و آنچه که مربوط به ماجرای عاشورا باشد میپردازیم. خوشحال میشم همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا بقیه ویدیوهای ما رو از دست ندهید.